سلام دوستان، من سینو هستم. من امروز براتون یه ویدیو آماده کردم. این ویدیو راجع به اینه که مثلا کسی براتون گندگویی کرد، هر کاری مثلا تو شاخباز در آورد، به طرز زیبایی برین کلشو بخوابونین تا طرف دیگه جرئت نکنه اصلا بگه ب ت س، اصلا نتونه کلمه ای بگه. من الان داشتم یه رنگ مولتی پلی میدادم، یه رنگ مولتی ساده و قشنگ و زیبا. یه رنگ مولتی داشتم پلی میدادم که یکی از یارام، اون یاره بود خیلی نوب بازر بود، بهش گفتم این کارو بکن، برو پلنت کن، برو این ور، برو اون ور، یارو اونها این بگیر بزنش. اینجوری میگم، میگفت تو چرا تو کار من دخالت میکنی و این اصلا چرا تو چی کاره؟ اگه بازت خوب بود نمیمردی که. گفتم 3 نفری ریختن سر منو زدن، این که هیچ. بعد اینجوری کردم، گفتم یارتم، خب میخوام بهت کمک کنم بتونیم دست جمع کنیم، وین کنیم، حداقل رنکمون نیاد پایین. گفتش که تو نمیخواد برای من تعیین تکلیف کنی، نمیخواد کمکم کنی و اینجور چیزا. بعد آخرین دستم که به خاطر این آقای گلمون باختیم. بعد من از بازی اومدم بیرون. بهش اینجوری کردم، بهش گفتم، بهش درخواست دادم، یه بار درخواست دادم قبول نکرد، یه بار دیگه درخواست دادم بازم قبول نکرد، یه بار دیگه درخواست دادم این دفعه قبول کرد. خدا رو شکر نرفت تو بازی، قبول کرد. اومد تو لابی گفت چه مرگته، چرا اینقدر درخواست میدی؟ گفتم که خب یه دوئل بزنیم دیگه، یه دوئل بزنیم ببینیم بازی کدوم بهتر از کدوم یکیه. چی باشه یه دوئل بزنیم. بعد منم گفتم اوکی، خب بریم. دوئل رو قبول کردیم، رفتیم تو بازی. ادامه بازی هم که خودتون ببینین. بعد اتچمنت دیل هم آخر ویدیو هست، اگه خوشتون اومد بردارید، دیل خوبیه. بعد ما نیت به حمایت داریم، ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارین، زنگوله هم فعال کنید. خیلی ممنون هستم. سلام بچه‌ها، اینجا ما داشتیم یه رنگ مولتی ساده پلی میدادیم که این داداشمون برای ما گندگویی کرد و گفتش که بریم یه دوئل بزنیم ببینیم کی بهتر میتونه بازی کنه. همین آیدیش هم هست، اگه میخواید میتونید خودتون برید با شعله مولی هرچی میخواید بزنین. اینجا من یه لایک بودم، اولین بار منو زد و بعد من جبران کردم، دومین بار منو زد که قشنگ بود، یه شات زیبا زد. اینجا من میام مثلا من اینجا صدا پاشو میگیرم، سری برمیگردم، یه شات میزنم میس میره، ناامید نمیشم، همون یه اسلایت میزنم دوباره برمیگردم، یه شات زیبا میزنم و یارو خیلی زیبا میفته. اینجا یارو میبینم یه دونه هیپ فایر میزنم که تو فایت نزدیکه، بعد یه ذره ازش دور میشم، یه فاصله میگیرم و یه فاست اسکوپ مهمونش میکنم. بعد اینجا میبینم یارو رفته توی از اینجا رد میشه، بعد یه شات میزنم میس میره و دوباره یه شات یه اسلاید بکشو میزنم. اینجا یه این میگرفتم ببینمش. اینجا یه شات زیبا بهم زد، واقعا از این شاتش خوشم اومد. حالا بچه‌ها هر کی مثلا براتون گندگویی کرد، واقعا برید کلشو جوری بخوابونید که کلکوپرش نریزه. من اینو زدم، بعد رفتم تو لابی، سری لفت داد یارو لفت داد دیگه، هم درخواست میدادم بهش قبول نمیکرد. یعنی خودش میدونست که ریدش با این سبک بازیش. حالا به هر حال بریم سراغ بازی. اینجا یه اسلاید دادم بکش، یه دونه هیپ فایر ناز مهمونش کردم، نایفمو گرفتم، اینجا صدا پاشو گرفتم، رفتم یه دونه فاست اسکوپ ناز بشین مهمونش کردم. خیلی این کلمه نازو میگم میدونم. بعد بچه‌ها فقط ما تازه یوتیوب شروع کردیم، لطفاً ساب کنید، حمایت کنید، ممنون میشم. ساب کنید، لایک کنید، زنگوله رو فعال کنید، خیلی ممنون. کامنت هم حتما بذارید. اینجا منو زد، خیلی بازیش خدا وکیلی بازیش خوب بود، نمیتونم از حقش بگذرم، خیلی بازیش خوب بود. اینجا میدونی مشکل من چیه؟ یه اسلایت زدم پشتمو کردم یارو به اون، قشنگ میشه گفت خورشید پشتش به ماست، من اصلا پشتم شد به اون. اینجا یه اسلایت زدم، یه سری 360 زدم، برگشتم اینو زدم، سری 180 بود، 360 بود، آخر سر نفهمیدم خودم. یه شات زیبا من به این دادم، ولی از بالای از میلیمتری هدشاتش رد شد. من فکر کردم اون گوشه هست، اومدم از این ور برم بکش، یهو دیدم این از اینجا اومد، یعنی هرچی بر پشمام ریخت، یعنی کلکاورم ریخت.
بعد اینو برگشتم ولی خدا رو شکر زدمش، بهش کیل ندادم. اینو بازم زدم اینجا. اینو رفتم یه اسپانتر رپ بزنم بهش، یه دونه دمیج شد. اینجا یه دست ایم گرفتم و دوول کردم و ولی نه. اینجا اومدم یه ضربه بهش بزنم، ایممو گرفتم، تیرمو نزدم، ول کردم، مردم. اینجا دیدم خط گرفته، گفتم خط میگیری؟ کار خوبی میکنی. خیلی کار خوبی میکنی، به من چه اصلا تو خط میگیری. اینجا داشتم ناامید میشدم چون داشت کامبک میزد، ولی بازم به خودم گفتم نه تو میتونی سینوم، تو میتونی، حتما تو 100% میتونی این اسکولو بزنی. تو باید یه هیپ فایر زیبا من بین دادم، گفتم حتما تو باید اینو بزنی، باید کسی که گندگوزی کرده رو پاره کنی. اینجا دیدم اومد این ور، منم ذهنشو خوندم، یه صدا پا هم گرفتم، اومد این ور یه هیپ فایر ناز مهمونش کردم. اینجا یه لحظه دیدم یه صدا پای ریزی گرفتم داره از این رد میشه، ولی حواسم اصلا بیخیال شدم. ولی بعد اومد بازم زدمش، خدا رو شکر بهش کیل مفت ندادم. اینجا یه نگاه انداختم ببینم اونجا هست یا نه. اینجا دیدم اسموک انداخته، همون رو دور زدم که مثلا نرم تو خطش. دیدم یارو اونجاست، یه لحظه خواستم خط اینو بگیرم، گفتم ولش کن، این لایق خطگیری نیست، یا اصلا خطگیری کیلو مفته. بعد اومده اینجا نید میندازه، از نیدش اصلا خوشم نیومد. بعد اینجا اومد رفت بالا، یه لحظه اشتباهش این بود، یه لحظه دستش خورد رفت بالا، خواست بیاد پایین، من کارشو تمام کردم. ولی خب اینجا هم یه هیپ فایر زدم، سعیم بر این بود بیشتر هیپ فایر بزنمش تا مثلا به خودش بیاد، مثلا چیز بازی در نیاره، مثلا برای هر کسی شاخ بازی در نیاره. اینجا هم که یه اسلاید زیبا زدم و زدمش. مثلا اینجا مثلا نتش پرید، اینجا وایساد مثلا نتش پرید، من خواستم برم فینیشرش کنم، یه لحظه بعد دیر چیز کردم، دیر عکس العمل نشون دادم و بعد یارو سریع اومد و من خواستم دوباره فینیشرش کنم. میبینید که دارم هی سعی میکنم برم پشتش بزنمش، اما نشد. منم دیگه اینجا فینیشری رسم بخیال شدم، ولی خب نمیدونم، فکر کنم بازم رفتم فینیشر کنم، قشنگ دقیق یادم نیست. ولی خب اینجا دیدم قیافش اونوره، سری خواستم یه دونه شات زیبا زدم بهش. بعد اینجا یه لگ زدم. من خیلی بعضی اوقات لگ میزنم بچه، لگام زیاده و بیننده شاید اعصابش خورد از این لگایی که من میزنم، ولی خب متاسفانه چیز نیست که مثلا بتونم یه دونه دیوایس مناسب بگیرم. با همین پلی میدم خود رو صدورت به شکر میکنم. شما هم حمایتم کنین که چی از این بهتر. اینجا منو زد، واقعا بازیش خوب بود، نمیتونم از حق بگذارم، بازیش خوب بود، هیچ وقت هیچی نادیده نگیرین. یارو حتی اگه هم تونست، اگه هم برد. اینجا دیدم نید انداخت، من اصلا اون شدم سیفور انداختم زدم. بهش گفتم سیفور میخوری؟ گفتش که نه تو بیا نید منو بخور. گفتم پس جفتمون با هم دیگه ببینیم. یه سیفور انداختم دوتایی با هم دیگه مردیم. یه سیفور انداختم جفتمون که با هم دیگه بمیریم. بله اینجای کار من یه لحظه یه اسلاید بک زدم، یه اسلاید بک دادم، یه اسلاید زدم، بعد یه این گرفتم راحت زدمش. آخرین کیل بود؟ نه آخرین کیل نبود. بله 18 تا زدم. من میخواستم اینجا یه سعی کنم فینیشر بزنم ولی خود پیداش نمیکردم. حتی پیداشم میکردم بخواستم برم بهش فینیشر بزنم. اینجا که منو زد، شات زیبا بهم زد و نه منو فینیشر. بعد اینجا اومدم شاتم بهش ریجستر نشد. من خیلی ریجسترم پایینه ولی اینجا بازم زدمش. این آخرین کیلا بود که میخواستم فینیشر کنم. نگاه کنید دارم میرم فینیشرشو بگیرم. فینیشرشو میخوام بگیرم نمیذاره. یک آدم سمیجی بود مگه میذاش اصلا فینیشر بگیری؟ منم آخر سر فینیشر نکردم دیگه، شاکارسی انداختم برام فینیشرشو راحت تر بگیرم. میدونم داشت اکس بازی در بردم. بعد فینیشرشو اومدم بگیرم دیدم کلاس زده. کلاسش منو زد، گفتم اوکی ایرادی نداره. من کلاسمو نزدم، اما اون لاش اکس بازی در نیاوردم، کلاسمو نزدم. بعد دیدم باز منو زد. من اینجا وایسادم، اومد یه دونه نیم اسکوپ ناز زدم تو هدش. دوستان ما نیاز به حمایت داریم، لطفاً ما رو ساب کنید و لایک کنید، ممنون میشم. ما نیاز به حمایت داریم، بذارید دیده بشیم. خیلی هم ممنون از همتون.